سلام، وقتتون بخیر. با آموزش دیتا ماین ورژن RM، هم ورژن جدید در خدمتتون هستم. آموزش سعی شده که تو بخش‌های مختلفی براتون توضیح بدم که خیلی حجم فیلم زیاد نشه و خیلی بتونم هر قسمتی رو کامل توضیح بدم که تمام سوالاتتون رو جواب بده. اگه هم سوالی بود، مشکلی بود که میتونید بپرسید، تو همون بخش براتون توضیح میدم. حتی برای بعدنتون هم اگر خواستید، مثلا قسمت اول رو خیلی راحت براتون دیگه نیازی نباشه بدید دوباره ابتدا چجوری داده وارد کنیم، اینا بتونید برید سر همون قسمتی که نیاز دارید. برای همین قسمت کردم. قسمت اول یا همون بخش اول آماده سازی دیتا است. هر نرم افزاری برای اینکه بتونی کار کنی باهاش یه سری خصوصیات و شرایط داره که باید اونها رو براش مهیا کنی، بعد بتونی کار باش کنی. حالا ما دیتا ماینم شروعش اینجوریه که شما دادا رو توضیح میدم براتون، یعنی ساخت و بررسی دادا، یعنی که ما دادا چجوری باید ساخته بشه، چه شرایطی باید داشته باشه که بتونیم به نرم افزار فراخوانی کنیم. بعد از اون دادا رو که وارد کردیم به نرم افزار، هر کدوم به صورت جداگانه. بعد از این مرحله هم دادایی که وارد کردیم رو با هم دیگه یکی میکنیم. بعد از اون کامپوزیت سازی و بعد از اون درجه راهنمای عیاری یا همون لجند گذاری. خب از اولی شروع میکنیم، از ساخت و بررسی دادا. بریم ببینیم چجوری دادا ساخته میشه، اصلا چه دادایی نیاز داره دیتا ماین. یه پوشه درست کردیم، این فایل رو البته بهت میدم، بعدا شما همینا رو تو هر مرحله جداگانه انجام میدی، برای من میفرستی، من چک میکنم که ببینم شما کارتون حالا تا چه حدی خوب بوده، چجوری بوده. اگر نقصی خطایی داشت که بگم که برطرف کنید. کل هم دیتا ماین با 4 تا داده بیشتر سر و کار نداره. میتونید داده‌های بیشتری هم بهش اضافه کنید، ولی خب در نهایت همین 4 تا کار برای تخمین ذخیره، حتی کارهای دیگه ژئولوژی اینا کار شما رو راه میندازه. داده اولی که میخواد کلاره. داده کلارم از BHID X کلار، Y کلار و Z کلار درست شده. حتما شما باید دقت کنید که داده‌هایی که برای نرم افزار میخوای بسازی دقیقاً این عنوانش X کلار، Y کلار، Z کلار و حتی BHID دقیقاً حروف بزرگ باشه، وگرنه نرم افزار خطا میده و دادا رو نمیخونه و ممکنه شما اصلا هیچ وقت متوجه نشی که چرا نخونده و دقتی رو اینا نداشته باشی، خطا بهتون میده. یا برای اسی BHID from to CU، اگه عیارهای دیگه هم داشتی، منطقتون چند تا عیار داشت، مثلا آیو داشت، آجی داشت، پی داشت، ZN داشت، همه رو میزنی ولی با حروف بزرگ سعی میکنی بزنی. حروف بزرگ from to و درصد اون عیاری که داره. برای سوروی که نقشه برداری هم هست BHID AT BRG دیپ که گمانه چون اکثرا قائم هستن 90 درجه میزنن برای شیب. بیرینگ هم که همون آزیموت ایتی هم که اگه گمانه زاویه دار باشه باید شما اون از سطح زمین اون اختلافی که داره رو اینجا نوشته باشی. برای مثال اینجوری براتون بذار توضیح بدم. شما یه گمانه اینجا یه نقطه بزنیم، آره اشکال نداره. شما این گمانه تونه رو سطح زمین، شما یه گمانه اینجا زدی سطح زمین شیبدار هم هست، اینجا هم هست. خب معلومه که شما اینجا x و y زدی دارید، این پایین با اینا فرق میکنه. فقط تنها چیزی که اینجا هیچ فرقی نمیکنه زده، یعنی شما زده اون نقطه با این نقطه‌تون یکی، ولی x و y تون اینجا فرق میکنه. اگر در همچین حالتهایی اگر زاویه دار باشه، شما اینجا تو این قسمت می AT این هم می نویسید که مثلا چقدر اختلاف داره x و y، که اگر یه همچین کسی تو معدنی همچین کاری کرده باشه اون اختلاف رو هم میده بهتون، یعنی اینجوری نیست که فقط یه شیبی بهتون بده. خب حالا یه فایل دیگه هم که میخواد توپوگرافیه. توپوگرافی میتونه به صورت تکست باشه، میتونه به صورت فایل های اتوکدی باشه، یا میتونه به صورت هر
فایل دیگه ای باشه ولی بیشتر به صورت تکست هست. شما تکستی که بهتون میدن میتونه به صورت فایل کلار x کلار y کلار z کلار باشه یا میتونه به صورت پوینت باشه x و y و z نقطه. خب بعد از این مرحله این ساخت دیتاهای ما بود. ما حالا اینا رو چجوری بسازیم، مثلا چجوری بررسیشون کنیم، ببینم داده‌هامون داده‌های خارج از ردیف داره نداره. ما با مورقی کار نداریم، فقط آن چیزی که ما الان نیاز داریم با اسی هست. تو فایل اسی ما میایم چیکار میکنیم؟ سری اول ببینم داده‌هامون خارج از ردیف هستن یا نیستن. برای این کار این فایل اسی ما همونجوری که گفتم from to cu اگر داشته باشیم و عیارهای دیگه اگه باشه اینجا میزنیم. ما برای اینکه ببینیم داده‌هامون خارج از ردیف هست یا نه، خیلی تو دانش‌های مختلف میان مثلا به صورت آکادمی این نهادینه شده که ما باید داده‌های خارج از ردیف رو حذف کنیم و اینا، ولی من نظرم حالا نمیدونم شخصیه خب که ما اون عیار رو گرفتیم تو اون نقطه از زمین و چه نیازی داره که ما بیایم اون داده رو حذف کنیم. وقتی که گرفتیمش اگر اون معدن اون داده رو به ما نداده باشه، اون عیار رو نگرفته باشه، خب نگرفته، ولی وقتی که گرفته اون عیارش هم عیار خیلی بالایی بوده، خب قاعدتا برای خود معدنه هم سوال پیش میاد که این عیار ممکنه خطای آزمایشگاه بوده و دوباره فرستاده آزمایشگاه دوباره اون عیار رو گرفته و به قطعیت رسیده که اون منطقه عیار بالا رو داره. ما اگه بیایم اون داده رو حذف کنیم که خب یعنی یه قسمت پر عیار رو حذف کردیم. اگه بیایم نمیدونم در نظر نگیریم نرمال کنیم، خب اینا داده رو از حالت طبیعی خارج میکنه. میگم تو گزارش ها میان فقط اینا رو به صورت آکادمی توضیح دادن، خب ما داده رو نرمال میکنیم، داده رو خارج از ردیف رو حذف میکنیم و میریم سراغ آموزش. ولی خب این کار به نظرم اشتباهه، چون شما دارید قسمت ممکنه پر عیار یا داده‌هایی که خارج از ردیف هستن عیارهای خیلی بالا هستن، اونها رو بخوای حذف کنی به ضرر اون منطقه یا اون تخمین ذخیره هست. حالا ما میریم که داده‌های خارج از ردیف اصلا چجوری پیدا کنیم. تو قسمت اول میریم همین داده‌ها رو انتخاب میکنیم، عیارها رو همه رو انتخاب میکنیم، ازشون دیگه میبریم رو حالت نمودار ببینم اصلا تا چه درصدی بالاتر هستن چه درصدی پایینتر. ما همین داده ها رو انتخاب کردیم، میریم تو اینسرت اسکچ پلات رو میزنیم، یه نموداری براش انتخاب میکنیم، نمودار هم روش کلیک میکنیم دوبار که چنج بیاد، چنج چارت تایپ. اینو به صورت باکسی میکنیم که ببینیمش. خب ببین الان بیشتر داده های ما تو این رنجان، یعنی ما داده هامون اینجا بیشتر از 1.5 خیلی کمتر دیگه داره میشه. از اینجا مثلا چون عیارمون مثل هم هست، مثل با توجه به ارزشی که داره درصدهای خیلی پایین، یعنی درصد در حد 0.1 هم الان قابل اقتصادی، 1.5 که دیگه اصلا خیلی بهتره، ارزش اقتصادیش بهتره. ولی ما حالا برای اینکه مثلا میگم برای اینکه بخوایم اینو داده‌های خارج از ردیفش رو مشخص کنیم، میایم براش یه حدی میذاریم، میگیم آقا مثلا میگم از این چند این کلیک کنیم روش ببینم زده 0.7299 تقریبا این 73 صدم. ما میایم خب میگیم بالاتر از این رو داده‌های به خارج از ردیف هستن، یعنی خیلی بالای 4 داشته، 3.5 داشته، 3 2 خورده‌ای داشته. اینا رو میایم چیکار میکنیم؟ اینا رو سورت میدیم به همین عددی که اینجا داره، حذف نمی‌کنیم، فقط این داده‌ای که اینجا داره رو جایگزین میکنیم به عدد 73 صدم. یعنی ما داده خارج از ردیفمون رو حذف نکردیم، همون پر عیاره میمونن، ولی چیکار کردیم؟ اونا رو عیارشون آوردیم بالاتر از عیار حدی که داریم، مثلا 772.99. خب برای این کار میایم یه کاستوم میزنیم براش، فیلتر از Z به A، ببینیم که عیارامون چجوری هستن. البته من این داده رو خب فیلتر Z به A سورت میزنیم، ببین اینجا زده 3 و الی آخر عیارهای خیلی بالا رو
اینجا اصلا تو برای این کار که بخوای داده رو جایگزین کنی، چون مثلا میگم می‌نویسی که 72.99 که آخرین عیاری بود که ما بودیم، حالا دیگه همه رو سورت بدیم روی این عدد که هم پر عیار محسوب شه، همین که ما داشته باشیم اون عیار رو انتخاب میکنی، اینو جایگزینی میکنی بین اون عیارهایی که بیشتر از این هست، همه رو دونه دونه یا این که به صورت کپی پیست میزنی تا اون جایی که داره جایگزین میکنی و بتونی دادهاتو اصلاح کنی. حالا بعد از این که این کارو کردی، دوباره میای همین کار رو انجام میدی براش، ببینم دادهات اصلاح شدن یا نه. انتخابشون میکنی، همه رو انتخاب میکنی، خیلی زیاد هم اصلا داده طول میکشه، یکم داده ها کامل شد. خب حالا داده رو همه رو انتخاب کردیم، میبریم تو اینسرت اسکچر پلات، این نمودارمون رو عوض کنیم با چنج، انتخاب میکنیم اوکی. الان نگاه کن ما داده رو، من اینا رو خیلی سریع انجام دادم که وقت ضبط فیلم زیاد نشه. حالا ما رو 72 خورده‌ای بود تقریبا سورت زدیم. الان ببینیم بیشترین عیاری که ما تو کل این داده ها داریم آوردیم رو این عدد، یعنی همون ممیز 72.99. شما هم این کار رو انجام بده، یا اگه برای پروژه های دیگه داشتی قسمت های پر عیار تا داده های خارج از لطیف رو حذف نکن، ولی سورت بدی بالاترین عیارت، که ما این کار کردیم و ما گذاشتیمش رو 72.99. بعد برای اینکه بتونی از این خروجی بگیری برای ورودی نرم افزار، مثلا از این قسمت از این داده ها انتخابشون میکنی، سیو از، تو همون پوشه‌ای که داره باید به صورت تکست حتما باشه، تب دیلیمیتد و تکست. ما چند تا تکست داریم فایل همون، یکیشون کاما دیلیمیتد، یکیشون مکینتاش نمیدونم چیه، یکی هم تب دیلیمیتد. ما اینو انتخاب میکنیم که به صورت تکست، ببین اونجا هم زده تکسته، اینو انتخاب میکنیم سیو میکنیم و تموم میشه. برای مابقی هم همین جوری است، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. فایل تکستی که میخواد نرم افزار اینجوری ساخته میشه و میسازی برای نرم افزار. خب الان بریم برای شروع نرم افزار. از اون پوشه‌ای که داریم این مسیرش رو کپی کنم. خب یه نیو پروژکت میسازیم، نیو پروژکت شروع شد، اسمشو میگه بخواد بزن، مسیرشو، لوکیشنش ما همونی که داشتیم و پیست میزنیم. نکست، میخوای اد کنی فایلاتو، نمیخواد خودش بعدن میاره، نکست رو میزنیم و تو این قسمت این شیتی که اینجا باز شده شما یه چیز داری به اسم پروژکت رو که باز کنی اون فایلایی که داریم رو اینجا میاریم. حالا چون فایل ورد اسمش فارسیه اینجا نیورده و فراخوانی نشده، میتونی بزنی روی این یه سوالو بزنی آپدیت میشه. اگر یه زمانی یکی این همیشه با این قسمت کار داری و این قسمت هم کار داری، این قسمت شیت هست که صفحه تو داره دیزاینتون رو نمایش میده، میتونی مثلا این گرید بندیشو پاک کنی باشه نباشه، یا قسمت های دیگه مثل این هم هست، اینم بعدا کار باش میکنیم. حالا اگر احیانا یکی از این قسمتات حذف شد، مثلا این حذف شد، حواست نبود زدی روی این، حواست نبود زدی روی این حذف شد، هیچ نگران نباش، میتونی بیاد تو این قسمتت کلیک کنی، همین قسمتی که گوشه یا هر جا دیگه کلیک کنی و اون فایل چیزایی که نیاز داری رو دوباره فراخوانی کنی از قسمت کنترل بار. این پروژکتته که همون اولیه، مثلا ببین این پروژکتته، اگر نبود می اینجا کلیک میکنی کنترل بار، پروژکت رو انتخاب میکنی، شیت رو انتخاب میکنی، تول دیتا، هول سیدی، همه رو انتخاب میکنی میاری. حالا ما مثلا میگم ما پروژکت فایل رو اینجا مثلا حواسمون نبود کلیک کردیم حذف شد،
خب میتونیم اینجا کلیک کنیم کنترل بار و اینجا دوباره کلیک کنیم که برگرده. این هم همون شیته، این هم همون پروژکت فایلمونه. خب برای اینکه داده ها رو فراخوانی کنیم، پس ما اولین کاری که کردیم داده هامون ساختیم. الان میریم برای ورود داده ها به نرم افزار. به 3 طریق مختلف تو میتونید داده ها تو وارد کنی که یا روی این کلیک کنی، کلیک راست اد ایمپورت فایل، یا اینکه بری از اون قسمت های دیتا اون بالا فایل وارد کنی، یا اینکه نه خیلی مسیر کوتاه‌تری داره، میتونی از اینجا کلیک کنی ایمپورت بزنی. داده هم همه از میخوام ببخشید. خب داده همون همه چون به صورت تکست بودن گفتم که اگر شما فایل دیتا ماینی داشتید یا اگر فایلتون توپوگرافیتون اتوکد بود، میتونید مثلا کدو بزنید، بعد برید از اون قسمتی که اتوکدتون اگر به صورت پوینت بود، اگر به صورت استرینگ بندی بود، یا اگر هر چی بود، یا اگر به صورت فایل استرینگ بود، به صورت وایل فریم بود، یا هر چی بود، اونا رو انتخاب میکنی و اد میکنی تو نرم افزار. ولی حالا ما چون به صورت تکست هستن یا اگه فایل سورپکی داشتی میگم با هم دیگه یکی هستن، اگه فایلاتون سورپک بود میتونید از اینجا سورپک رو انتخاب کنید، بلوک مدلش، گمانهاش و استرینگش رو همه رو اد کنی بیایی. حالا دیتامون به صورت تکست هستن، تکست و به صورت جدولی بودن یا همون تیبل. انتخاب میکنیم، میریم دونه دونه همه رو اد میکنیم از اون مسیری که داشتیم. حالا ما دسکتاپ بود، اسه رو انتخاب میکنیم. اسهمون تیکاش رو همین تیکایی که هستن همیشه سعی کن باشه، چون اگه تیکا جا به جاشه باز هم اشتباهی خطا میزنه و نمیتونه ایمپورت کنیم. تیکا رو انتخاب میکنیم، نوع جدا کنندمون بود. حالا تب میتونیم اگر اینا هر کدوم بود، ببین اینا باید جدا باشن اصلا، اگه نباشه باز خطا میزنه. چون تب بود ما همون تب رو انتخاب میکنیم و نکست رو میزنیم. فایلمونی که ایمپورت کردیم رو ببین تو این قسمت همون گزینه ها رو داره، اگر نبود پس خطای کارمونه و باید دوباره بریم و بررسی کنیم ببینم خطامون کجا بوده که نتونستیم وارد کنیم. حالا اگر مشکلی نبود اوکی رو میزنیم. این از اسی وقتی که ساخته میشه اینجا فایلی به نام اسی باز میشه، ساخته میشه که اگر بازش کنی، تیبل ادیتورش رو باز کنی، اون ستونایی که به صورت تکست ساختیم اینجا دوباره آورده. میریم برای فراخوانی داده دوم، دوباره همون مسیر کلار رو این سری اد میکنیم. این تیکاش حتما همینا باشه، جدا نزنی یه موقعی، چون خطا میزنی بعدا متوجه نمیشه از کجا خیلی خست میکنه. فینیش رو میزنی، ایمپورت رو نگاه میکنیم x y z. اوکی. خب حالا کلار هم ساخته شد، همین الان میتونیم باز کنیم هم ببینیمش. گمان ها هستن، مختصاتشون میتونیم حتی درگ کنیم رو صفحه و ببینیمشون. این نقاط مونن، ولی چون فقط فعلا کلار هستن، ایکس و زد هستن، ما چیز خاصی نمیتونیم ازشون ببینیم. حالا میریم برای اینکه دیتای بعدی رو هم وارد کنیم. کلار رو وارد کردیم، سودوی هم وارد میکنیم. next finish همون اسم خودش. این هم سوروی که انتخاب کردیم اومد. حالا یه دیتای دیگه مونده، چون اونم به صورت پوینت بود، یعنی به صورت نقطه بود. نقطه همون پس میشه پوینت رو انتخاب میکنیم، اد رو میزنیم، توپوگرافی رو انتخاب میکنیم، next رو میزنیم، فینیش و اوکی. حالا چون به صورت پوینت بود تو پوینت ذخیره میشه. خب برای اینکه این بعضی موقع اینجا پر میشه کار میکنی، صفحه کاری پر میشه بخوای حذف کنی، اینجا یه گزینه‌ای داره که اینجا نیست. الان دوباره میریم از همون قسمت کنترل بار و لود دیتا، اینو فعال میکنیم، میاد این قسمت. وقتی اومد این قسمت اینو میاریم پایین‌تر برای اینکه بخوایم صفحه رو پاک کنیم. فقط کافی کرده که رو این بزنیم صفحه پاک میشه. میتونیم بیایم اینجا دوباره اون پیش‌فرض این گیت بندی رو برداریم و توپوگرافی رو بندازیم رو صفحه. توپوگرافی رو انداختیم رو صفحه، همون کشید درک کردیم رو صفحه. وقتی که میچرخونی توپوگرافی
میتونیم ببینیم. خب این از ورود دیتا ها به نرم افزار اینم تموم شد. حالا بعد از اینکه داده ها رو ایمپورت کردیم تو نرم افزار، باید بریم اینا رو با هم مرج کنیم، یعنی با هم دیگه یکی کنیم که بتونیم باشون کار کنیم. تو سفر پاک میکنیم از بیلد استاتیک، از قسمت سمپل آنالایز بیلد استاتیک رو میزنیم. گفته خودش اونایی که زرد هستن مهم هستن و باید انتخاب کنیم. کلا رو انتخاب میکنیم، سمت راست دوباره همون مشخصاتش رو داره. اوکی. سوروی برای بعضی جا گمان وقتی قائم هستن معمولا نمیزنن، نیازی نیست، همون خودش هستی. ولی حالا ما انتخاب میکنیم، شد یه زمانی ما گمانی داشتیم که شیب دار بود. سوروی رو انتخاب میکنیم، سمپل یک کم عیارمون میشه. یه زمانی خواستیم مثلا ژئولوژی نمیدونم زون بندی کرده بودی، عیار دیگه داشتی، اینا رو دوباره دونه دونه این قسمت هر کدوم که خواستی ایمپورت میکنی، فرمخوانی میکنی که بتونی باشون با هم دیگه مرج کنی. خب اینا هم ساخته شد. تو فیلدهای بعدیش نگاه میکنی که ما خب اینا رو این قسمت که میشد، این 3-4 تا که میشد برای قسمت کلارمون، فرام تو که میخورد به اسهمون و اینم که میشد سوروی، با هم دیگه مرج شدن. یه اوتپوت میخواد که اوتپوت چون ما چون دریل هوله، این گمانا دریل هول اسمش میذاریم همون DH یا دریل هول DH. دیگه دست به قسمت دیگه نمیزنیم و اوکی. این پایین هم کارهایی که انجام میدی به صورت کد نویسی میزنه و به صورت نوشته میزنه که برای مثلا ساخته شد، ساخته نشد، اگر خطایی بده یا هر کاری که بشه اینجا بهت اون آلارم رو میده که میتونی بری پیدا کنی چه خطایی داشتی. حالا اینجا به ما گفته دیسورینگ کامپلیت، نمیدونم حالا ساخته شد. آره خب بعد این قسمت هم میره تو قسمت دریل هول گمانه. میریم این قسمت DH که ساختیم و باز میکنیم، دوبار کلیک میکنیم روش که فایل تیبل ادیتورش باز شه. مختصات تمام گمانا، عیارش، نمیدونم چیب و زاویه‌ای که داشته، طول گمان، عیارهایی که داشته، مثلا تو این طول ما نمونه برداری شده. خب میبندیمش و اینو درگ میکنیم رو صفحه. خب میایم این قسمت بعدش چون که شلوغ نباشه اینو میاریم یکیشیم پایین‌تر. بعد از این قسمت شیت اون گیت بندیشو بر میداریم برای اینکه ببینیمشون، یه فضایی از گمانا ببینیم. گمانا هستن که عیارها فعلا پیش‌فرضه روشون افتاده، یعنی قبلا اینجوری نمیشد انجام بدیم ولی الان دیگه خیلی راحت میتونیم بیاریم اینجوری گمانا رو ببینیم. بعد از این قسمت هم حالا ما گمانا رو ترکیب کردیم، کامپوزیت سازی میکنیم. کامپوزیت سازی به این منظور انجام میشه شما چون همه این کارها رو داریم انجام میدیم که بعداً ببریم استخراج کنیم، پس ما باید استخراج رو در نظر بگیریم، چون هیچ وقت نمیشه که یه بلوکی که استخراج میکنن یه متر جا به جا کنن استخراج کنن، مجبورن مثلا بیان. خب اگه بخوان یک متر استخراج کنن خیلی دقت کار میره بالاتر، ولی این کار خیلی اشتباهات زیادی داره، چون که ما هیچ وقت نمیتونیم کلی هزینه چال انفجاری کنی، کارگاه رو، سینیکار رو، استخراجی رو بخوابونی، به نمونه رو بفرستی آزمایشگاه. برای چی؟ برای اینکه یه بلوک 1:1 بخوای استخراج کنی. برای این کار اصلا شما بیل مکانیکیتون هم اون چی بهش میگن، پاکت بیل مکانیکیتون هم 1 متر نیست که بتونید قشنگ اونو در بیاره که عیارش دقیق داشته باشیم. برای همین شما مجبوری مثلا دیگه بلوک استخراجیشون در یه حدی باشه که ارزش داشته باشه، مثلا بتونی استخراجش کنی، هزینه کنی براش. میری مثلا 5 متر 10 متر میخوای خیلی مثلا دقت کارت بره بالاتر، شما 5 متر مثلا میتونی بلوکاتو استخراج کنی. خب یا نه ماشینالاتت خیلی بزرگترن با 10 متر یا برای اینکه راندمان خیلی برات مهمتره میه مثلا بلوکاتو خیلی بزرگتر در نظر میگیری. برای همین کامپوزیت سازی هم تقریبا به اون ربط داره، یعنی شما باید اونجا رو ببینی که نمیتونی کامپوزیت سازی اول اینو بگم، این که این
تقریبا عیارهای نزدیک شما از متراژ 3 تا 4 تا 5 تا 6 نمونه برداری کردی، هر کدوم یه عیاری بهت دادن و تقریبا مثل هم. خب کامپوزیت سازی میاد اینا رو با هم همگن میکنه، یعنی یکی میکنه که کار چی تو راحت تر کنه، بعدا مثلا میخوای نمونه گیری کنی کار منطقه تو راحت تر کنه. من نمیدونم تونستم توضیح بدم یا نه، ولی آره میاد که با هم دیگه تو مثلا شما میگی برای من 2 متر رو همگن کن یا 5 متر برای من همگن کن و میاد این کار میکنه. خیلی ها میان 1 متر این کار میکنن که 1 متر هیچ کسی نمیتونه 1 متر استخراج کنه، به خاطر این دقت کار میره بالا، ولی خب عیارهای بلوکای کناریشو ممکنه با خطا مواجه کنه. برای همین حالا ما میگیم مثلا 4 متر 5 متر 10 متر با هم دیگه کامپوزیت میکنیم که عیار اون 5 متر یا اون 6 متر در 6 متر یکی بشه و بعدا تو استخراج هم ممکنه مثلا حالا بفرستیم آزمایشگاه اون عیار میانگینی که میگیریم تقریبا همون عیار رو به ما بده. برای همین کامپوزیت سازی تقریبا همچین چیزیه. حالا میریم برای کامپوزیت کردن از این قسمت میاد، بازم از قسمت سامپل آنالایز کامپوزیت رو میزنیم، اینمون میشه همون فایل DHی که ساختیم، گمانه‌مون. خروجیمون هم مثلا میزنیم DH کامپوزیت، اولش کن خیلی نمیخوام طولانیش، کامپ DH کامپ. فایل خروجیمون هم میشه این، فایل ورودیمون هم که کل گمانه ها با تمام مشخصاتش. ما بقیه گزینه‌هاش کاری باش نداریم، ولی چکی میکنیم که همونا باشن، اگر نبود اصلاح کنیم پارامترهاش. اینتروال، حالا اینجاست اینتروال که میاد. اون عمق گمانه‌های ما تقریبا بالای 100 متره، شما 1 متر و اینا خیلی منطقی نیست. مثلا میگم ما 10 متر میخوای بگیری، یعنی 5 متر میخوای بگیری، هیچ فرقی نمیکنه، فقط بستگی به اون بلوک استخراجی داره که شما در آینده میخوای استخراج کنی. حالا ما فرضاً میگیم همون 5 متر میگیم برای ما شروع کن و کامپوزیت کن. به ما بقیه گزینه‌های دیگه دست نمیزنیم، اوکی رو میزنیم، دوباره میم این پایین رو نگاه میکنیم و میزنه که آره اوکی شد. کامپیچ گفته که کامل شد. خب حالا دوباره ما پاکش میکنیم صفحه رو، DH کامپ رو که اینجا ساخته شد تو دریل هوله، اد میکنیم رو صفحه. خب اینم بر میداریم، میخوایم به صورت سه‌بعدی ببینیم. حالا این مرحله هم کامپوزیت سازی هم ساخته شد. حالا میریم که ببینیم رنج عیاریش چجوریه. درج راهنمای عیاری یا همون لجند گذاری، میتونی از اینجا کلیک کنی روی خود گمانه، دوباره اگه رو صفحه کلیک کنی همچین حالتی بهت میده، هر جای صفحه کلیک کنی این همچین حالتی بده، ولی روی گمانه هر جا هر کدوم از گمانه باشه هیچ مهم نیست، ولی فقط رو خود گمانه. یا از این طریق، این خیلی مسیر میانبریه، یا اینکه میتونی بیا از این قسمت شیت انتخاب کنی، روی خود DH کامپ دوبار کلیک کنی، یا اینکه آره دوبار کلیک کنی هیچ فرقی هم نمیکنه، اینکه میتونی بری کلیک راست کنی پراپرتیز و اینا، ولی هم ما میانبر رو میزنیم، روی این کلیک میکنیم، این قسمت برای ما میاد. خب یک لحظه. خب حالا برای اینکه لجند گذاری کنیم روی خود گمانه کلیک میکنیم دوبار و این صفحه دریل پراپرتیز باز میشه برای ما که ما براش لجند گذاری کنیم، یا اینکه میتونیم از یه طریق دیگه لجند گذاری کنیم. میتونیم بریم تو قسمت فرمت، گفتم یا میتونیم از این طریق دوبار کلیک کنیم ببریم تو قسمت لیبل و برای BH همون انتخاب کنیم، این قسمت لجند تعریف کنیم و فراخوانی کنیم، یا اینکه میتونیم از این قسمت، از قسمت فرمت لجند یا نیو لجند، دیتا لجند و کویک کالر، از قسمت نیو لجند یکی رو انتخاب میکنیم. خب اسمش هم هست DH کامپ
برا CU. بعد میگه که اسمشو میخواد چی بذاریم و همون DHComp drill hole میخوایم بذاریم. هر اسمی که شما بخوای میتونی بذاری، میخوای دیفالت باشه هر چقدر باشه. میتونی بر اساس رنج گذاری باشه، میتونی بر اساس هر نوعی که دلت میخواد رنج بندی کنی. نکست رو میزنیم. کریت رنج رو روی 3 میذاریم، مثلا باطله، کم عیار و پر عیاری ها میتونی بذاری رو کم عیار و کلهم پر عیار. ما حالا رو 3 میذاریم با 2 حد اعشار. کریت رنج رو میزنیم، خودش پیشفرض برای ما انتخاب میکنه که 1 2 3 برای ما انتخاب کرده. فینیش رو میزنیم و برای ما لژند رو ساخت. لژند رو از کویک کالر میتونیم بریم فراخوانی کنیم و از این قسمت انتخاب میکنیم. دیچ کامپمون رو لژند میذاریم، این قسمت رو روی CU و از این قسمت میتونیم ببینیمش. خب کجا رفت CU DH کامپ؟ آره اینه، اون نیست، اینه آخریه. همیشه این 3 رو برای ما رنج گذاری کرد، خودش گذاشت. آخریش هم که درست کرده بودیم 7 و 72.99. حالا ما میتونیم اینو خودمون تغییر بدیم یا اینکه بذاریم همین بمونه. اگر مثلا شما عیار حد و اینجور چیزا رو داشته باشی، میتونی خیلی راحت اینا رو مثلا میگم از 0 تا 15 صدم بگیریم. مثال از 15 تا 30، از 30 تا 72.99. البته این هم هست، ابسنت هم داریم، اون قسمت هایی از گمانه که خالیه و عیار نداشته، کلن 0 بوده. ما اگر اینو بخوایم بذاریم از این قسمت تا 15، خب اونا رو هم شامل میشه. برای اینکه این قسمت ابسنتمون هم بتونیم بگیریم، میتونیم بیایم اینو مثلا بگیریم از 0 1 که کامل اصلا کلهم هیچی نگرفتیم، خالیه تا 15 صدم و الی آخر. و این قسمت هم بذاریم، این چند تا بود، این بذاریم 0 1 2 1 مثلا. همینو کپی میکنیم میذاریم تو ابسنتم که از 0 تا اون قسمت، یعنی هر اون قسمتی که اصلا نفرستادیم آزمایشگاه یا فرستادیم آزمایشگاه 0 مطلق هست رو هم برای ما به صورت ابسنت نشون بده. حالا رنگشون هم میتونیم تغییر بدیم. از این قسمت میتونیم بذاریم همین آبی بمونه، این میتونیم بذاریم زرد کنیم یا هر رنگ دیگه که شما بخواید، مثلا زرد اوکی، یا این میخواید رنگش رو عوض کنیم تمام میشه. میتونیم خب پریویو لژند هم میتونیم میزنیم که میتونیم ببینیمش. کلوز. خب میتونیم با این نمایشش بدیم، اینجا انتخابش میکنیم. البته اول انتخابش کردیم، اپلای میزنیم که بیا تو این قسمت پایینی ذخیره شه، به صورت اسم CU ذخیره شد برای ما. حالا اوکی رو میزنیم. میتونیم بریم، یادم نبود بیارمش دوباره، انتخابش میکنیم، نمایشش میدیم. این قسمت چون قبلا اپلای زدیم دیگه نمیخواد، اومده پایین و ذخیره شده. اوکی رو میزنیم. حالا این قسمت هایی که کم عیار، پر عیار یا باطله است رو داره به ما نشونه. مثلا میگم این اون قسمت از گمانه است که اصلا هیچ عیاری نفرستادن برای آزمایشگاه، حالا یا روباره بوده، مثلا 3-4 متر اولی که حفاری کردن همش خاک بوده و هیچی نفرستادن برای آزمایشگاه. این قسمت هایی که ابسنته خالیه هیچی نیست. این ما اگه میتونستیم 0 تا 15 بذاریم، هیچ وقت اینو به ما نشون نمیداد، چون اینو جز اون 0 تا 15 مثلا انگار فرستادیم آزمایشگاه برای به ما عیاری نداده. ولی در عوض این یا خاک بوده یا اصلا هرچی بوده، اینو عیارشون نگرفتن و نفرستادن برای آزمایشگاه، برای همین خالیه. حالا گفتیم که از 3 تا مثلا بالاترینمون ببینید قسمت قرمز رنگ
پر عیار ماه زرد و کم عیار و آبی هم که مثلا دیگه باطل از زیر 1500 ما گرفتیم باطله. خب حالا این قسمت هم قسمت لجند گذاری هم تموم شد. من فایلاتو برای شما میفرستم که این قسمت ها رو انجام بدی و برای من بفرستی تا منم چکشون کنم که ببینم این کارا رو انجام دادید. سوال چیزی داشتید میتونید بپرسید تو این قسمت، اگر هم نه که آماده شدید تا بریم برای مرحله بعدی کار. خیلی ممنون و متشکرم.